شاعر خلقی تاجیکستان برنده جایزه دولتی برام ابوعبدالله رودکی سید علی مامور حاجت به معرفی زیاد نیست. دوستداران و علاقمندان زیاد ادبیات سالیان طولانی است که از محصول ایجادش بهره میبرند. سروری شعبه نظم اتفاق نویسندگان تاجیکستان را به عهده دارد و در تکمیل مهارت نوقلمان سهم گذار و آنها را راهنماست. از پیشه انتخاب نموده راضی است. امروز با گذشت بیش از 40 سالی ایجادیم با گذشته خود نظر میکنم و گفتنیم که از عمر گذشته‌ام شکوه ندارم. اگر تقدیر سرنوشت باز چنین حیات را به من انعام میکرد و همچنین زندگی میکردم. در راه شعر و شاعری به گمانم بعد گذشت اینقدر سالها خودم به خلاصه آمدم که آدمی خام و رحمت نبودم و تا امروز گاهی به قول از قلم کاغذ گاهی علم میگیرم، گاهی شادیم را با قلم کاغذ تصویر میکنم و در لباس شعر پیشکش خواننده میگردانم. گویا از خردسالی درک کرده بود که عمرش را با سخن، با کتاب، با ادبیات میپیوندد. به یاد میآورد که هنوز در صف 5 میخواند، اولین مراتب به اصطلاح شعر گفته بود. این به شرافت معلم زبان و ادبیات ما رضی الله عبدالله زاده بود که شادروان خود هم شاعر بودند و چنان درس میگفتند که شوق ما خواننده های مکتب را نسبت به دیگر فنها به ادبیات زیادتر میکردند. نوشته های نخستم را به آن کس نشان دادم. استاد عبدالله زاده هم در روزنامه شهری به صفت مدیر کار میکردند، هم در مکتب ما آموزگار بودند و نوشته های نخستین مرا برده به روزنامه شهری چاپ کردند. آن زمان این شعرهای اولین احساس یک نورس به حادثه واقعه ها، آدمان و محیط اطراف بودند. سید علی مامور تا امروز اکثر آن شعرهای نخستین را از یاد میداند و قدم‌های اولینش را به این وسیله به یاد میآورد. باری نخست در همپرته من یک دختری همسنفم بود و خیلی گمبری عشق بچگی بود. چی بود که دختری نازنین هم بود، با محبت نام داشت و یک روز به من یک رومالچه تحفه کرد، یک رومالچه که گردش مرجان ها داشت به من هدیه کرد. به من باری نخست همین خیلی به من رومالچه را هدیه کردی، از این ما کمچه هستم شاد و مسرور، دلت را کی تو هدیه میکنی ای نازنین. مضمونش همین خیلی بود و از همین این اولین سطرهای من که در شکل گویا شعر روی کاغذ آمادگی بودند و زیادتر من درباره بهار می نوشتم. با یک عجیب شد، یک بار یک همسنف ما جبار نام داشت و از دفتر یک برادری دیگرم متماتیک رونویس کرد آمد و معلم حیران شد که این دوخان بود، این دفعه خیلی این نقص حل کرده است. بعد فهمیدن که از دفتر دیگر کوچانده است. من در گازیت دیواری یک شعر نوشتم: از دفتر بحرالدین وظیفه را کوچانده، به مکتب آمد جبار با جدل قدم مانده. و همین خیلی این هم یکی از اولین شعرهای من و آخرش سیرش فوش شد، 5 امید داشت 2 گرفت، همین خیلی مضمون کتی. و بعد همون گویا در بین همسنفانم من همچون شاعر گویا خواستم نام برارم که یک تاش گفت که شاعران مردند تو شاعر شدی، از کدام گوری لحد حاضر شدی؟ خیلی گفتم ولی اثبات با طور بچگی گفتم اثبات میکنم که شاعر میشوم. آغاز فعالیتش را به واخوری با آدمان نیک وابسته میداند. محض دستگیری
هدایت و شرافت چنین نفران او را به شاهراه وسیع ادبیات برد. باید گویم که من از کودکی از طفلی اول از مادر و بعدا از پدر محروم شدم و در یکی از شعرهای نخستینم یک بیتی هست که در صدای شرق چاپ شده بود: من اگر آدم شدم معنی این، آدمانی نیک نیکی کردند، پهلو در پهلوی فرزندان خود با امید و آرزو پروردند. یکی از این آدمان نیک استاد امینجان شکویی، شاعر خلقی تاجیکستان بودند و شناسایی من با استاد هم یک قصه دارد. سال 1959 در مکتب اینترنتی ما در شهر استراوشان یک گروه کلان شاعران از جمله استادان میرسعید میرشکر، جلال اکرامی، فاتح نیازی، حاجی صادق، رحیم جلیل، امینجان شکویی مهمان شدند و من که در مکتب همچون شاعر نام برآورده بودم و با مناسبت آمدن این بزرگان یک شعر ایجاد کردم: مرحبا ای شاعرانی خوش بیان، خوش آمدید گفته همین خیلی سر می شد و بعدا یک 8 مصرع خانه لیلین یک شعر داشتم. همین دو شعر را خواندم خصوصا به استاد رحیم جلیل که اون وقت کاتب مسئول شعبه ولایتی در خوجند بودند و به استاد امینجان شکویی پسند آمد و گفتند که مکتب را که ختم کردی به دوشنبه بیا به دانشگاه داخل شو و هر نوشته‌ات را از امروز عبارت به من فرستان. هم استاد رحیم جلیل این سخنان را گفتند و هم استاد امینجان شکویی. راهسوی آموزش به شهر کلان برای یک پسرک دهاتی خیلی عجیب و خاطرمان بود. گویا این واقعه ها آزمایش‌های اولین صبر و تحمل و ثباتش در راه انتخاب کرده بودند. این لحظه ها را استاد چنین به یاد می‌آورد: با استاد قریب هر هفته شعری نو میفرستادم لیکن جواب نمیگرفتم و وقتی که صنف 10 را ختم کردم آمدم به دوشنبه و اولین قدم من به خانه استاد شکویی با یک عذاب، اول خانه شانه نه البته، بینای کهنه اتفاق نویسندگان را با یک عذاب کافته یافتم و گفتم من آمدم. خیلی گفتند خوش آمدی، رو و که امتحان ها را سپار. قصه امتحان سپاری من باز عجیب بود. اون وقت در شعبه فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان 5 امتحان بود: زبان ادبیات انشا، زبان ادبیات دهانی، تاریخ، زبان روسی دیکتانت و زبان انگلیسی. و من از انشا لیلین در پامیر میرشکر موضوع بود، همراه شادروان جمالالدین کریمزاده شاعر ما که افسوس امروز در بین ما نیست، هر دو در یک پرتم می نشستیم و در همین موضوع لیلین در پامیر میرشکر انشا نوشتیم. من 5 گرفتم و جمالالدین 4 و در وقتی امتحان زبان ادبیاتش شد و من متاسفانه نوابادی استاد الغزاده را نخوانده بودم. اینقدر کتاب خواندم، افسوس که اون را به درجه کافی نخوانده بودم و به این سوال جواب داده نتوانستم. و بعد یک فانه، کلمه فانه بود، تحلیل فونتیکی و مورفولوژی، تا امروز در یادم ماندگی. ما اونقدر نمیدونم یا این کودکی بود یا بچگی بود، با تحلیل فونتیکی و سینتاکسیس خوبتر میدونستیم، مورفولوژیش میدونستیم که فونتیکیش به اونقدر اعتبار ندادیم. شاید خطا کردم که به هر حال از امتحان من بهای 2 گرفتم و بعدا اون با دانشم کمتر باوری داشتم. اینا من برای آن میگویم که همین جوانان خصوصا روی افتاده نشوند. با دانشم که باور داشتم، با کمیسیه اما امتحانی عریضه نوشتم و کمیسیه لازم دانست که یک معلم محمود دولت فرا همراه من با
бинои асосии донишгоҳ омаданд, иншоамро аз нав гирифта хонданд, диданд ва комиссия ба қароре омад ки ман дубора имтиҳон супорам. ва имтиҳони дубораи ман чунон шуд ки устод ҳусейнзода ва устод имронов ду нафар имтиҳон гирифтанд ва гуфтанд ки чун дуюм бор имтиҳон месупорӣ, як балл баҳоят кам мешавад. агар 5 гири 4, 4 гири 3. ҳар ду ин устодон ки мутахассисони адабиёти классикӣ буданд, фақат аз адабиёт ба ман савол доданд ин дафъа. ва он қадар шеърое ки ҳар қадар ки шеърам аз ёд медонистам гуфтам ва ниҳоят баҳои 4 гирифтам. ва баъдан аз таърих, аз англисӣ, аз русӣ 5 гирифтам. ҳам тарбиягирандаи интернат будам, лекин қабул нашудам. номамро дар сафи қабулшудаҳо дар тахта надидам. ва сабабашро пурсидам. гуфтанд ки он вақт бори нахуст буд, 2 сол стажи кори доштагиҳо ва аз армия омадаҳо бенавбат беконкурс қабул мешаванд, яъне пур шудааст. ва дигар мо изофа шудем, иловагӣ шудем. номамо дар ҳақиқат як ман не. имрӯз метавонам гӯям ки урбатулло тоиров, доктори илмҳои филология, профессор, даъмо дар курси тайёриам он кас хонда будам. ва номзади илмҳои филологӣ, устоди донишгоҳи забонҳо абдурашид самадов ки дар донишгоҳи забонҳо дарс мегӯянд, ин кас мо 3 нафар бо баҳоҳои хубу аъло, он бародарои манам 54 доштанд, қабул нашудем. ва аз 66 нафар будем дар 2 гурӯҳ. гулназар устод шоири халқии тоҷикистон ҳамсабақи банда аст ва 66 нафар соли аввал хондем. ва номи мо ки дар ҳамон журнали синф набуд, гурӯҳ, кадом муаллим иҷозат диҳад медаромадем, мехондем, кадом муаллим агар иҷозат натиҳад не. лекин барои шунаванда шудан боз хизмати устод шукӯҳӣ буд, вагарна умуман иҷозат намедоданд. устод шукӯҳӣ ба назди ректорам рафтанд ва хоҳишам карданд ки бо ин балл тарбиягирандаи интернатро ҳеҷ мумкин нест ки қабул нашавад. ҳарчанд ки ректор розигӣ доданд, худашон ба сафари тӯлонӣ ба хориҷа рафтанд. баъд шодравон Солеҳ Раҷабов буданд ва декани мо Неъматзода, ин касам мутаассифона шодравон шуданд. гуфтаи ректорро иҷро накарданд ва ҳамин хел мо ним сол 3 нафар шунаванда будем. ва чун имтиҳони нимсола аз назмшиносӣ аз устод Ҳусейнзода ва аз фолклор аз Воҳид Асрорӣ буд, ҳар сеямо дутоги 5 гирифтем. ва баъди нимсолаи дуюм мо донишҷӯи ҳақиқӣ шудем. пас аз хатми донишгоҳ ба радио ба кор омад, вале аллакай маҷмӯаи ашъораш рӯи чоп омада буд. ба ёд меорад ки чӣ тавр бо ҳидояти устод Мирзо Турсунзода узви иттифоқи нависандагон шуд. мо як бинои назарногир собиқ бинои иттифоқи нависандаҳо буд дар кӯчаи Орҷоникидзе Бохтари имрӯза. ва он тарафи кӯча бинои бо дуошонаи радиои тоҷик буд. ва китобхонаи шаҳрии Лоутӣ буд дар ҳамон тарафаш. 2 китоб чоп карда будам. ҷуръат намекардам ки ба он бино дохил шавам. ва чунки ин бузургона сиёсати бузургон он қадар намегузошт ки ҳар кас ба он даргоҳ наздикӣ кунад. хусусан устод Турсунзода ки раиси иттифоқи нависандагон буданд. ва боре ин соли 72 ман дар рӯзҳои адабиёти тоҷик дар Беларусия шуд, дар қатори Абдуҷаббор Қаорӣ, Ҳабибулло Файзулло. манам иштирокчии ин рӯзҳо будам. баъди бозгашт силсилаи зангулҳои хатинро навиштам. ва он ба дӯстонам ба устодон маъқул шуд. ин силсила ҳам дар Тоҷикистони Советӣ он вақта ва ҳам дар Садои Шарқ чоп шуд. ва устод Мирзо Турсунзода хонда буданд баъди бозгашт аз сафарҳо.
و استاد باقر امزاده که رئیسی کار با جوانان ایجادکار بودند و با جوانان اسد نزدیک و مهربانی داشتند، از ایجادات منم شناسایی داشتند. یک روز از این طرف کوچکی میرفتم، اشاره کردن با انگشتشان که این طرف بیا. رفتم که در روی صحنه اتفاق نویسنده ها همراه استاد ترزاده ایستادم. بعد رفتم نزدیک، خجالت در یک دستم رومالچه عرق از شرم و نزد این بزرگا. بعد گفتن که میرزا جان همون شاعری که شعراش خواندی درباره خطین انا امین نامش فلان گفته، من شناس کردم. استاد ترزاده پرسیدن که تو اعضای اتفاق هستی یا نه؟ ما هم نه. بعد گفتن که درو نزد کاتبم عطاخان سیف اللهیف کاتب اتفاق نویسنده ها بودن، حجت پر کن ما تو به اتفاق قبول میکنیم. و همون سال در حقیقت همراه استادان مهمان بختی، ستار ترسون، علی باباجان مرا هم به عضویت قبول کردن. با اندک توجه به اشعار سیدعلی مامور شخص درک میکند که مفزی آدمیت در محک ایجادیاتش قرار دارد. این نکته را قهرمان ما چنین شرح داد: هنوز هنگام مکتب میانه خواندنم وقتی با ایجادیات شاعری روس نکراسوف شناس شدم، اونجا کامون روسی جید خرشو نام یک داستانش بود. در روسیه آزاد شاد کیست اگر ترجمه تحت لفظیش باشد. و در اونجا یک بیت بود: поэтому можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. همون سالها من همین برای خود ترجمه کردم با طریق زایل. ممکن است این که تو شاعر نشوی، لیک آدم شدنی تو حتمی است. و این بیت تا امروز شعار زندگی من است. و شاعر شدم یا نه به شما خواننده عزیز معلوم است. کوشیدم که اقلا آدم باشم، با حرف کلان البته. و از اونقدر آدمان نیکی ها دیدم و زندگی خودش یک آهن راه است، یک طرف شادی، یک طرف غم، گاهی کج، گاهی راست. و در این زندگی گاهی هستند که پیشپایی های هم میدهند و هستند آدمان نیک و صد شکر که آدمان نیک زیادترند و برای همین هم دنیا بقا دارد. و من همین آدمان نیک رو بسیار دیدم و بعضا بدی هایم دیدم، لیکن آنقدر به دلم نگرفتم چون که نیکی زیادتر دیدم. نیکی دیدم رو فراموش نکردم و خواستم این یک نوع یک قرض برای من بود که توسط شعر مهر و محبتم بر عوض نیکی هایشان بیان کنم. دلی حساس دارد قهرمانی ما. بعضی ناجوری ها محزونش میکنند ولی هیچگاه به دل نمیگیرد. برعکس میکوشد به نفری که برایش ناعدالت روا دیده است نیکی کند. بعضا میشود که نیکی میکنید بر عوض نیکیتان بدی میبینید و این خیلی در حیات من هم این خیلی شدگی بود. و حتی نوشتند، عریضه ها هم نوشتند و گمان کردند که گویا من از وظیفه سوء استعمال کردم. وقتی در نشریات ادب کار میکردم گویا از وظیفه سوء استعمال کرده کتابم را تزیس چاپ کردم و حتی از وزارتی اون وقت کمیته مطبوعات بود و شخصان آمده یک ماهی دراز تفتیش هم کردن و همه آدم رو، همون شخصی که نوشته بود آن رو همچون بهتانگر خواستند از کار جواب دهند و من خواهش کردم که نه ماند کار کند. و وقتی که با عنوانم او رو پیشنهاد کردن آمد، من توصیه دادم که این آدمی خوب است. من بدیش به دل نگرفتم، لیکن اینجا آمده گپ شد من گفتنیم
و منم همیشه یک چیز من پیش نظر میارم، همین مورچه خردترین یک معجزه عالم، خردترین یک چیز. لیکن همین هم مورچه خوراک یک حیوان نلدرازی گردندرازی است، خوراکش طعامش مورچه است و که دشمن دارد، پس چرا انسان نداشته باشد؟ لیکن منم مثل منم گفتنیم که از هر پیش دادن ها و از هر سخنهای ناسزا شنیدن ها باید آدم روی افتاده نشود، چون که زندگی مبارزه است. مبارزه برید، البته حق به جایش، حق به حقدار میرسد. اگر یک شعر خوب نویسم رفیقا و معقول شود خرسند میشم. یک شعر خوبی رفیقای خوانم باز خرسندتر میشم. و چون وظیفه من هم در نشریات ادب که زیادتر با کتاب سر و کار داشتم و امروز هم که مدیر شعبه نظم یا مشاور نظم هستم، فقط با ایجادات شاعران بیشتر شناسایی دارم و خرسند میشم که شاعران جوان امروز هستند. دویم از پی خرسندی هم گشتن شرط نیست، چون که در عاقبتش با غمم، هر شادی با غمم دارد و البته کوشیدن در کار که خرسندی باشد، چون که میگویند عمر آدم را همون خرسندی دراز میکند و این از اگر دل بکینه باشد، شخص آدم دلصاف باشد، البته از پیشروی دوستش خرسند می شود. من خرسندیم از اون که 20 سال زیادتر است که ما یک در دولتی صاحب اختیاری دنیوی، صاحب استقلال زندگی داریم. تاجیکستان عزیز مرا دنیا میشناسد، تمام دنیا میشناسد و من تیز تیز به سفرها میرفتم در دوره شوروی. گفتنی هم که روس میگفتند یا سویتی میگفتند و حتی نام تاجیکستان را هم در خارجه اکثر وقت نمیدانستند و امروز من سربلندم که وطن دارم، تاجیکستان است. البته خرسند میشم، از پیشروی هایش خرسند میشم. نسبت به شعرش سرطلب است، گشته و برگشته تحریر میکند. هرچند همه محصول ایجادش چون فرزند عزیزند، ولی هستند اشعاری که دائما با آنها توجه دارد و همیشه میخواند. من در یک جا گفته که شعر من ترجمه حال من است، رازگوی حال و احوال من است. این با اون معنی که من کوشش میکنم شعر زندگی گویم. قهرمانای من، موضوع ایجادیات من زیادتر از زمین است، زندگی است. و در یک شعر دارم برای من بسیار عزیز است، این صورت مادر. و همین شعر رو اگر باور کنید من 4 مراتبه نوشتم و چند سال پیش، 4-5 سال پیش با نام آفتابگردان 2007 بود بفکرم چاپ شد همون شعر. بار دیگر من باز تحریر کردم، لیکن از اون این شعر عزیز است که یک لحظه زندگی من، کودکی من، بچگی من در اونجا تصویر یافته است. یک دادری 6 ساله داشتم، از مادر ما 2 نفر بودیم. بعد گذشتی 2-3 سالی مادر ما، پدرم مادرنده را آورد خانه و همین دادر من محمود نام داشت و شعر من به یاد دادرم محمود میگویم، مراجعتم دائم به همون. و وقتی مادرنده اومد و دوامش مضمونش در شعر است: زمان رفت مادر از بری ما، زمانی طفلی پرناز ما بود، ندانستیم کو رفت از سر ما، دیگر او را نمی بینیم با خود.
من و تو هرگاه جستیم مادر، نشان دادند بر ما صورت را. خمار خویشتن را می شکستیم، نموده صورت مادر تماشا. گذشته از میان روز و ماه و سال، با هم کردیم ما با طفلی پدرود. تو روزی بر پدر دادی سؤال، نمیدانید مامی ما کجا شد. پدر گفتا که ما را مانده رفته است، به جای دور و دیگر بر نآید. اگر خواهید یابم مادری نو، شما را تا پرستاری نماید. من و تو هر دو از شادی شکفتیم، میان حولی چون توی بپا شد. ولیکن روزی توی مادری نو، به ما ای دادرم روزی ازار شد. اویزان دیده رسمی را به دیوار، بگفتا مادری نو بیمراسا. در این دیواری ویران صورتی کیست، کشیدم آه و گفتم مادری ما. گرفته صورت از دیواری خانه، بدراند و بگفتا مادرت من. مرا زین روز چون مادر شمارید، گذشته وقتی بیش از مرگ آن زن. زمانی رفت مادر از بری ما، زمانی طفلی پرناز ما بود. ندانستیم که رفت از سری ما، با ما او زنده تر از زنده ها بود. جدا گشتیم چون از رسم مادر، جدا گشتیم چون از رسم مادر. فغان و ناله از دلها بدر شد، به مرگ او اگر نگریسته بودیم، سری رسمی دریده شب سحر شد. شکر دیگر، قناعتمندی دیگر، شکرگزاری باید کنیم. لیکن فرض کردیم در شعر و شاعری هرگز قناعتمند شدن ممکن نیست. چون که امروز یک چیز میگوید، فقط شما با خودتان و معقول یا خصوصا بعد گذشته سالها، من هر بار یک کتاب تیار کنم، اگر چند شعر ما داخل کردنش هم البته تحریر میکنم. چون که این آخر ندارد آموزش. یک عمر باید آموزید، وگرنه اگر قناعتمند که شدید، دانید که دیگر پیش نمی روید. همین وقت ایجاد تنهایی بهترین لحظه است که هرچند که خود شاعر ایجادکار تنها است، با قلم و کاغذ و در همون یک حجره خالی فرض کردیم، لیکن وای با قهرمانش، با همون فکر و اندیشه هایش حتی تنهایی را حس نمی کند، فقط با وای خاموشی، آرامی در کار. دیگر تنهایی را نمی پسندم و می خواهم دویم با آدمان باشم. برای همینم آدم به آدم زنده است. می گفت مادر هر زمان من زنده باشم با شما ای آدمان ای آدمان، گفتنی منم بیهوده نبود. وطن یک خانه در و منزل نیست. همین هر یک خس و خور، هر چی که در همین زادگاه، در دیار، در همون جایی که زندگی میکنید، همه همون وطن است و باید به هر یک قطره آب، اونم وطن است. هر یک قطره آب، هر یک گیاه، هر یک گل، همون هم وطن است. و وطن یک کلمه چیگم در برگیرنده همه آن چیزی که در همین روی زمین هست و در یک گوشه آن که شما زندگی میکنید، جایی که به قول خلق خون نافتان ریخته است و همون جا وطن است. همین رفتار نیکی ما، خصلت نیکی ما، برای که اگر برای آبادی وطن باشد، حتی همون هم وطن است. فقط گفتنی هم که آدم در این زندگی یک بار می آید، باید به قدر زندگی رسد، به قدر هر روزی حیات خود رسد، عمرش را بیهوده صرف نکند، صرف کاری نیک، رفتاری نیک، گفتاری نیک کند
ва аз худ як номи неке чунон кор кунад, зиндагӣ кунад, ки ӯро ҳам ба некӣ ворисонаш мисли гузаштагони азизи мо ба ёд доранд.